بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه اهالی فرهنگ، شاعران و دوستان شعر و ادبیات تالشی، به ویژه خانم افروز. تشکر ویژه می‌کنم از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن و همچنین انتشارات ماهمینو، به ویژه سرکار خانم امیر. بنده خیلی مشتاق بودم که در جمع شما باشم، اما به دلیل مشکلی که برای بنده ایجاد شد مجبور شدم که به شکل مجازی در خدمت شما بیام. بنده به شعر خانم افروز از اول علاقه خاصی داشتم و همین خاطر بر بنده تکلیف شد که در این جلسه چند نکته‌ای راجع به شعر ایشون بگم. واقعا یک روز بهاری میخواد و یک شب پاییزی که بشه در مورد شعر گویشی و شعر به زبان مادری صحبت کرد. درسته که زبان و ادبیات فارسی زبان دل ماست. همه ما با مولوی، حافظ، خیام، سعدی و دیگر شاعرای بزرگ فارسی حال میکنیم و لذت میبریم، اما واقعا با زبان گویشی اگر شعر بشنویم چیز دیگه است. هیچ کسی نیست که بتونه بگه من از شعر گویشی لذت نمیبرم. لذت هایی که در شعر گویشی نهفته است در شعر به زبان رسمی نهفته نیست. شاید ما در ادبیات رسمی خودمون لذت‌های بلاغی و زیبایی‌های بلاغی و هنری داشته باشیم و در شعر گویشی نداشته باشیم، اما شعر گویشی رو ما به خاطر لذت‌های بلاغی نیست که گوش می‌کنیم. شعر گویشی چیزی ماوراتر است یا اون سوی بلاغت و زیبایی هنری است. لذت شعر گویشی بیشتر روانی است تا ادبی. یعنی باور کنید هیچ کسی نیست که هنگام گوش کردن به شعر گویشی دنبال زوایای ادبی و هنریش بگرده. خود به خود اون چیزهایی که نهفته هست در ناخودآگاهش رو وقتی بیان میکنه، وقتی در شعر میبینه، میشنوه، لذت میبره. شعر گویشی رو خلق کردن برای بیان دردهای ما، برای بیان رازهای ما، خاطرات ما، آرزوهای برباد رفته ما و ناخودآگاه ما، چه ناخودآگاه شخصی چه ناخودآگاه قومی، و استعاره‌های ما، استعاره‌هایی که نهفته هستند در ذهن ما. شعر گویشی به این خاطر زیباست و میشه خیلی در موردش حرف زد. در مورد شعر خانم افروز بنده قبلا در یک جلسه صحبت کردم، دیگه اینجا تکرار مکررات نمی کنم، اما چند نکته کلی میگم، بعد میرم سراغ یک بحث تحلیل موضوعی اشعار خانم افروز. سعی میکنم که خیلی وقت شما رو نگیرم و میدونم که ممکنه این فایل ویدئویی هم خیلی حجیم باشه و ارسالش سخت باشه. سعی میکنم که خیلی زودتر این بحث رو تمام کنم. بزرگترین ویژگی اشعار خانم افروز اینه که به زبان تالشی است. شاید بگید که این چه کشف بزرگی هست، مگر ما نمیدونیم که به زبان تالشی است؟ چرا؟ منظورم از زبان تالشی نیست که زبانش تالشی است، بلکه اینی که روح و روان و جان و تن و تمام اجزای داخلی این شعر تالشی است. ادبیات، جغرافیا، سیاست و همه چیزی که به تالش مربوطه اینجا هست. شما تصور کنید که کسی خونه‌ای داشته باشه و مثلا یخچالش مال چین باشه، تلویزیون ژاپنی باشه، مبلش ترکیه باشه، مثلا بخشی از لباسهاش مال فلان کشور باشه یا گازش مال فلان کشور باشه، با خونه‌ای که تمام وسایلش داخلی هست، معماریش، رنگش، حوضش و همه چیزش، درست مثل خونه‌های قدیمی که ما داشتیم، توش بسیاری از مصالح داخلی به کار می‌رفت، رنگ و بوی محلی داشت. شعر خانم افروز اینجوری هست، رنگ و بوی محلی داره. کسی که اینو میخونه دنبال رگه‌های خارجی در شعرش نمیتونه بگرده، اصلا نیست. بنده گشتم، واقعا عناصر زبانی غیر تالشی توش خیلی کم است.
و این یک افتخاری هست واقعا. یعنی باید ایشون به عنوان شاعری مطرح بشه که داره به زبان تالشی شعر میگه. گرچه امروزی در فضای مجازی دیدیم واقعا اشعاری را که به زبان تالشی هست اما فقط فعلش و ضمیرش تالشی است. خیلی فرق داره با کسی که تمام عباراتش، حتی وزنی که انتخاب میکنه، جملاتی که میگه، ریتم جملات، ردشناسی زبانی و نحوش کاملا تالشی است. این یک نکته مهم. نکته دیگه این که شعرش بسیار بیریاست. این مثل باد بهاری داره میوزه و حرکت میکنه و نمیمونه، در جا نمیزنه. سکتای وزنش بسیار کمه، وزنایی که انتخاب کرده بسیار خوبه. انگار جملات تالشی رو برداشته شعر کرده، انگار داره حرف میزنه. اگر کسی به وزن و قافیه شعرش توجه نکنه انگار داره حرف میزنه و این خیلی خوبه. گاهی تعداد اضاحیف و یا بخش‌های عروضی شعرش اونقدر زیاده که من بیاد شعر خانم سیمین بهبانی میافتم، خدا رحمتش کنه. گاهی ایشون شعر که میگفت 7-8 تا ضعاف پشت سر هم میآورد، مثلا فاعلاتون 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 6 تا 7 تا فاعلاتون. مثلا اینجا یک شعر میخونم از خانم افروز. از ملک جمشیدی نقلی نه خسیم و پادشاه خورشیدی نقلی نه ایزیم. از ملک جم فاعلاتون چیدی نقلی نه قسیم و پادشاه خورشیدی نقلی نه ایزیم. فاعلاتون 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 6 تا فاعلاتون داره. سخت واقعا تنظیم اینها، سخت واقعا. خب شعرشون سرشار از عبارات عامیانه است، اصطلاحات، کلمات، تعبیراتی که در عامیانه به کار میره، امثال کم. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. درسته که شعر نباید در خدمت زبان باشه، شعر که فرنگ لغت نیست. انتظار این که ما از شعر داریم که شعر فرنگ لغت باشه غلطه. ولی اگر شعر ما جوری باشه که برخواسته از زبان دل ما باشه، حرف روزمره ما باشه، یعنی چی؟ یعنی ما دنبال چی میگم بهش، سختی ها و صلابت ها و پیچیدگی های معنوی و لفظی شعر نباشیم، شعر راحت میشه سهل ممتنع. مثل شعر سعدی سهل ممتنع است، میشه راحت خوند. شعر خانم افروز میشه راحت خوند. خب نکاتی که گفتم کلیتی بود در مورد شعر خانم افروز. اینا مقدمه بود. بحث اصلی من چیز دیگه است. چیزی که میخوام بگم اینها هستند. چند نکته راجع به تحلیل موضوعی شعر خانم افروز. منظورم از تحلیل موضوعی اینه که چه موضوعاتی در شعرش نهفته است، چه دغدغه‌هایی ایشون رو وادار کرده شعر بگند، چه موضوعاتی هی تکرار میشند، چه موضوعاتی در ناخودآگاه قومی و شخصی ایشون بودند. چند نکته من بعد از خوندن مجموعه هرای نوشتم اینجا خدمتتون عرض میکنم. اولین دغدغه یا اولین موضوعی که خیلی به چشم میخوره یا مهم هست، در همون شعر اولم خودش نشون میده، اثبات بودن است. یعنی خانم افروز میخواد اثبات کنه که هست، یعنی هست، در تاریخ هست، زنده است، موجوده. میگه تالشی هست، داره داد میزنه تالشی هست. این هست بودن و این اثبات هست بودن در دوره‌های معاصر خیلی زیاد شده. همه گویش‌های ما، همه قوم‌های ما دارند یه جوری داد میزنن که ما هستیم. تالش میگه من هستم، تات میگه من هستم، ترک میگه من هستم، لور میگه من هستم، کرد میگه من هستم. این چرا میگن هستم؟ به خاطر اینکه هستیشون در معرض خطر هست. این حس شده که دارن اون رو نادیده میگیرند و این نادیده گرفتن باعث خلق این آثار میشه. خب حالا تکنولوژی، زبان معیار، شهریت، سیاست، سرمایه‌داری و هزاران مسئله دیگه باعث شدن که این اقوام کمتر دیده بشند و به همین خاطر در شعرشون اینجور موضوعات خودشون رو نشون میدن. مثلا گفته که یعنی میگه من تالش هستم به بلندی تاریخ، چمنوم اوی نیا،
تاریخ مینکو دری. چمخون هیریکانیا جنگل سینکو دری. یعنی میگه من به بلندی تاریخ هستم، به بلندی جنگل های هیرکانی. یا میگه من سختم، محکمم، در تاریخ دوام آوردم. سنگی من، ستونی من، جیداری آسمونی من. من همینجا بگم اگر عذر میخوام اگر من اشعارشو بد میخونم، به خاطر اینکه من با گویش اونها خیلی فاصله دارم من و اگر بد تلفظ میکنم از همتون عذر میخوام. سرده آبی من چمدوش ماگلر، سرده آب چمدوش ماگله را ستاره را. یعنی دوش من نردبان آسمان است، محکم، قوی، پایدار، بلند. یا ترس از گم شدن، این ترسی هست که نکنه گم بشه. کی واتا اوی آبوم جنگل کو بینوم آبوم. کی واتا سیلابه نه دمرده دریا چمنو. هستم من، کی میگه نیستم. یا گاهی اعتراض میکنه که تالش وسیع هست، تالش بزرگ است، خیلی وطنم بزرگ است. همه افراد در ذهنشون وطنشون با بلندای وسعت جهان هست و این چیز شخصی نیست، این حسی نیست. ببخشید این غرض ورزی نیست، این چیز حسی است در نهاد هر کسی و این خیلی خوبه. سوباتان و سوچالک و ویرام دا پرسر. کو به کو دیمه به دیمه آرسیمه دا خزر. بعد پشتبندش میاد کلا شرای اطراف نام میبره که من تالش هستم و هستم. خب این یک دغدغه هست برای اثبات خود و این خیلی خوبه و از شعر گویشی همین انتظار میره. مگر فردوسی چی میخواد بگه؟ مگر فردوسی از ایران نمیگه، از ایران میگه در مقابل توران. خب همینه. یا فریادخواهی بلند تاریخی در شعر خانم افروز، این فریادخواهی خیلی موج میزنه. این موضوع بعدیش هست. یک فریادخواهی عظیمی هست در تاریخ، گویا داره داد میزنه من هستم هستم هستم، کجایی به دادم برسید. یک پتار، یک غارت در این وسط شکل گرفته و من نمیدونم واقعا، ای کاش اهالی تاریخ یا بزرگان تاریخ بیان اثبات کنن که چه چیزی، چه بلایی بر سر قوم تالش اومده. من حس میکنم که در تاریخ تالش یک پتار واقعی رخ داده. یعنی روزگاری من نمیدونم کی، آیا از زمان هندو اروپاییان به این ور بوده، من نمیدونم. در منطقه خلخال یک پتاری شاید 100 خورده سال رخ داد، پتار ممیش خان معروفه، اصلا میگن پتار از سال. خیلی داستان‌ها راجع به اون پتار هست. یک پتار در اینجا بوده، من نمیدونم و شاید اون شعر معروف لدوبه که به شکل مینیاتوری داره اون رو گزارش میکنه بخشی از اون باشه. همش میگن که بیا، کشتن ما را، بردن ما را، کی، کجا؟ آیا این بعد از قائله عظیم تاریخ معاصر هست به خاطر جدایی تالش ها از تالش شمالی، مثل آذربایجان شمالی و جنوبی که جدا شدند؟ اون حادثه است. کدوم حادثه است که اون در ذهنشون مونده که میگن بیا بیا؟ اصلا نامش کتاب هست هرای، یعنی فریاد. اصلا شعر سراسر فریاد هست. خله نه، زهاری نه، هرای هرای، للا لوکی چمونا، گلگی نوای، کاریشا ای کافله کفتالو میا، سیاشالون پدوه مرگ سلا. یعنی تمام شغال ها به ما حمله کردن، کجایی؟ نارسه اشتگوش چمه خله، پسیه آب وروش چمه خله. این خله، این فریاد، این داد چیه؟ از چیه؟ از کدوم پتار میخواد حرف بزنه؟ بارها از لدو نام برده، چندین بار از لدو نام برده. مثلا گتشونا للا لوکی لدو له، گتشونا للا لوکی لدو له، سوتشونا للا لوکی لدو له. یا اون شعر معروفی خیلی قشنگه، شعر قشنگه، میگه شیما فدوسی کلاس نشتیما دا لدو رستم آکرم یلا کرم.
عجمش زنده آکرد، عجمش زنده آکرده، تالشون چرا مشام جمع کردم یلا کردم. یعنی این لدو در اینجا خیلی خودشون نشون میده و خب طبیعتاً به اون داستان اصلی پیتار که میگم به اون اشاره داره. یا موضوع بعدی یا موضوع سوم در اشعارش خیلی هست، غم و غصه فراوانی هست. یک غم و غصه در اشعار تالشی، البته در همه اشعار گویشی این غم هست. غم از دست دادن یک دوره طلایی. دوره طلایی چی بوده؟ دوره کودکی. دوره‌ای که در جایی بودیم که خوب بودیم. اصلا مهم نیست کجا بودیم. مهم بود که از دست رفته. این غم در همه شعرهای گویشی هست، اما در شعر گویشی و به ویژه در موسیقی گویشی غم عجیبی نهفته است و یقین دارم که این غم به یک حادثه تاریخی خاص اشاره میکنه که بعد از اون حادثه تاریخی خاص این غم عارض شده. غم و غصه واره واره لدو جان. یعنی کلا داره با غم و غصه، از غم و غصه خودش حرف میزنه. چمچم چم انتظار چرا نای، خون چرا روار روار چرا نای. یعنی قراره کسی بیاد تا از غم و غصه ما را نجات بده. بعد موضوع بعدی گاو نر هست و گاو ماده. گاو نر در اشعار خانم افروز سمبل مقاومت و گاو ماده سمبل مظلومیت و یا ظلم پذیری. البته مظلومیت هم جنبه انفعالی داره هم جنبه تنبلی. گاو نر شاید به این خاطر که قوی هست، جنگ میکنه، مثل ورزا جنگ میتونه جلوی کسی وایسته، اما گاو نه، گاو پذیرنده است، ستم پذیره، ظلم پذیره، انفعالی هست، منفعله. نمیدونم چرا من اولین بار میبینم در شعر کسی همچین چیزی هست. بیقرار زریه ورزا کرا کره ونگ، زدگاه مونده پرشکاته پلنگ. زریه ورزا گرنه را بگی ببخشید زریه ورزا گرنه را بگی بری، برارون یندین تا بگی بری. یه شعر اون شعری که خوندم از محمودله میگه چلا ترسم محمدی نقلی نخوام، از بزی نقلی نخوام ده به مسام. زردگاه دیمه بنا اسبی پرنده اردکی نقلی ده نخواه از به مسام. زردگاه در 4 بیت از این اشعار هست. یعنی ول کن داستان زردگاه را، ولش کن، میخوام چیکار؟ من داستان زردگاه نمیخوام بمسم، نمیخوام بشنوم. یا اون زردگاه رو پلنگ گوساله گاو زرد رو شکار کرد. چرا اینجوری هست؟ داستان دیگهش که موضوع بعدیش که خیلی تکرار میشه در چندین بیت هست، اون پاره پاره شدن وطن هست. یک وطن در ذهن خانم افروز هست که پاره پاره شده، در اشعارش داره خودش رو نشون میده و یقین دارم که این قضیه دیگه به همون قضیه جدایی تالش ها از سرزمین اصلی خودشون و ممکنه این برگرده به 2 بخش ییلاق، قشلاق و جنگل و کوهستان و یا اون کوهستان و جلگه و یا رفت آمدهای تابستانی و زمستانی باشه. شاید این باشه که وطن کودکیشون رو از دست دادند. شاید این باشه. شاید من نمیدونم آیا مهاجرت هند اروپایی از جا این بحث تالشی شمالی و لنکران هست، من نمیدونم، ولی این که وطن پاره پاره شده در خیلی جا هست. این باید در ناخودآگاه قوم کسی باشه که این در اشعارش منعکس میشه. بعد گلایه بعدی، موضوع بعدی گلایه از عقب نگه داشته شدن هست. چندین بار در اشعارش اومده که انگار ما را عقب نگه داشتن، نذاشتن ما پیشرفت کنیم. هشتن نیشونه بزانم داتام کیان کوا، آرتامی داستان چیه؟ هشتنی چونه بزانم کی مونم، نگذاشتم بدانیم ما کی هستیم. هشتنی شونه بزانم کی مونم، هشتنی شونه بزانم داتام کیان کوا، آرتامی داستان چیه؟ نماد مقاومت دیگر در این اشعار فترلس هست. حالا یک جنگلی
مرد چوپانی، پاییزی، گرگی و چوبی. تصور کنید که اسلحه‌ای که هست، خب این نماد مقاومت هست، در خیلی از اشعار تالشی هست. شاید بگه خب این چی هستن، این چه چیز خاصی هست که به اون نماد ما باشه؟ و اتفاقا نماد که قرار نیست که چیز عجیب باشه. نماد قوم میتونه هر چیزی باشه، میتونه حیوان باشه، میتونه لباس باشه، میتونه درخت باشه، میتونه گل باشه، میتونه سنگ باشه، میتونه پرنده باشه. و این در اشعار تالشی هست، در اینجا هم خیلی هست. نماد مقاومت دیگه که با اون مینازن که ما با این داریم شعر میگیم، تالش لله است. لله این ابزاری که مثل اسلحه ازش استفاده میشه. رسانه است. رسانه ای که زمان قدیم بود لله بود. هم باش موسیقی پخش میکرد، هم باش حرف میزد، هم باش خبررسانی میکرد، هم باش رازآلود و رمزآلود حرف میزد. حتما میدونین که خیلی از افراد داستانهایی رو با لله گفتند. در مورد این لله و اون لدوبه خیلی امثال کم خیلی داستان هست، اما میشه اینها رو واقعا بیشتر بررسی کرد برای تالشی. شخصیت منفی دیگه این داستانهای اشعار خانم ابروس کشال ترس محمود یا شال ترس محمود است، یا محمد. ما میگیم محمود ولی در تالشی است محمد. یعنی یک شخصیتی که بسیار ریاکار، تنبل، ظلم پذیر و وانه هست. باش مهم نیست. یعنی یک پهلوان پنبه‌ای، یک کسی که در هیچی نمیخوره و اغلب در مقابل یک شخصیت مهم داره خودنمایی میکنه. نماد ترسو بودن، ریاکار بودن، شغال سیاه در اشعارش خیلی هست. خودشو نشون میده که چمن مردان جنازه گور نداره، سیاه شالون مینه فکولی فکایا. یا شاید درست نخوندم. کارشه ای کافله کفتالو میا، سیاه شالون پدوه مرگ سلا. خب شغال سیاه نمادی هست. ببین هر کلمه‌ای که قدرت نداره که به نماد تبدیل بشه، و این نماد هست نه فقط در شعر خانم ابروز، در شعر بسیاری از شعرهای تالش زبان. خب مواد دیگه هم اینجا هست، من دیگه اینا رو نمیگم. من حس میکنم که ممکنه که به خاطر حجم این فایل تصویری نشه این رو پخش کرد. من این رو بعداً به خود خانم ابروز میدم. از همه شما تشکر میکنم. من امیدوارم که بشه روزگاری به شکل حضوری کارگاه‌هایی برگزار کرد که از دوستان با تجربه‌ای مثل خانم ابروز و دیگران استفاده کرد. من یقین دارم که شعر رسانه‌ای بسیار بسیار قوی هست و اگر در تاریخ ما کتاب بوده، کتاب‌های مختلف تاریخی بوده، شاید خیلی کم موندند. کتاب‌های پزشکی کم موندند، ولی شعر مونده. بیشترین چیزی که در ایران میمونه شعر است. ایرانی‌ها عاشق شعرند. به تبع اون تالش‌ها هم عاشق شعر هستند. من خوشحالم که اینقدر شاعر جوان داریم. واقعا خوشحالم. من خوشحالم که فرصتی پیش اومده که بشه در مورد شعر تالشی و شعر گویشی حرف زد. من تشکر ویژه میکنم از ناشرانی که یا فعالانی که به این دوستان ما کمک میکنند تا بتونند نوشته هاشون رو چاپ کنند، ماندگار کنند. البته چاپ این کتاب خیلی زیباست، خیلی زیباست. غلط‌هاش بسیار کمه، خوب تدوین شده. بارها من گفتم به خانم امیر که بابت این کتاب که چقدر کتاب خوبی هست، از لحاظ آوانویسی، از لحاظ معنی و پاورقی نویسی بسیار زیباست. من برای همه دوستان و حضار آرزوی سعادت و بهروزی و تندرستی دارم. من امیدوارم که روزی برسه که ما بریم سراغ موضوعات دیگری از شعر گویشی. دیگه اون وقت صحبت از غم و صحبت از
دغدغه‌مندی ما نباشه، صحبت از شادی‌های ما و داشته‌های ما باشه. به امید آن روز.